بیننده عزیز و حالا شما را با یک برنامه نوی رادیوی آزادی آشنا میکنیم که به زودی نشرش آغاز می شود. برنامه سلام خواهر نام دارد و همکاران ما در تاجیکستان و پراگ آن را آماده می کنند. زرنگیز نوروزشاه یکی از مؤلفان است و او را قبل از برنامه در استودیو هنگام ثبت پیدا کردیم. سوال اولی ما هم درباره آن بود که سلام خواهر برای کیست و درباره چیست؟ برنامه سلام خواهر مخصوص برای دختران و بانوان تاجیک است، ولی دایره مخاطبانش وسیع می باشد و آن هم برادران و دادران و پدران که می توانند ببینند و از سختی و شادی های خواهران خود آگاه شوند. چرا مخصوص برای زنان؟ چون که روزی نیست که یک زن یا جبردیده یا گرفتاری مشکل سخت از روسیه و یا تاجیکستان به ما زنگ نزند و بگوید که حالی بد دارد و می خواهد به او از هر راهی نباشد کمک رسانیم. یکی میگوید شوهرش از خانه دستی خالی رانده است و نمیدوند چیکار کند. دیگری میگوید تجارت داشت، آمدند و به زور از دستش گرفتند. سومی میگوید که با مردی در روسیه ازدواج کرد و بعدا فهمید که زن داشته است و حالا نمیدوند چیکار کند. ما این مراجعات ها رو میشنویم، بررسی میکنیم و اگر زن راضی بود با او صحبت میکنیم. بعد مشکل او را با متخصص در میان میگذاریم که چگونه از چنگال این مشکل رها یابد. از زرنگیز همچنین درباره محتوای برنامه‌های اولینی سلام خواهر پرسیدیم. بله، اولین برنامه درباره یک مسئله واقعا دردناک است و اون هم تجاوز جنسی دختران نابالغ که در تاجیکستان متاسفانه سالهای اخیر رو به افزایش آورده است. با وجود آن که جزای سختی برای این جنایت سنگین در کشور تعیین شده است، سالانه ده‌ها مورد اذیت و آزار جنسی کودکان در کشور ثبت می شود و مردان کلان هم جزا می گیرند. در برنامه اولین یک جوان دختری را دعوت کردیم که بعد تجاوز شدن در 13 سالگی روزهای سیاهی را پس سر کرده است و مشورت روانی احتیاج دارد. روانشناس را هم دعوت کردیم که راه کمک به این دختر را نشان می‌دهد. برنامه دیگری ما درباره مادر 2 فرزند است که یکی را شوهر سابق برخلاف امر دادگاه گرفته است و به او برنمیگرداند. مادر به تمام زینه‌های دادگاهی رفته است. حکم برگردانیدن پسر را هم دارد، ولی پدر همچنان هر دو پایش را در یک موزه کرده پسر را به مادر نمی‌دهد و یا گاه اصلا نشان دادن نمی‌خواهد. در این برنامه حقوق شناس مشورت می‌دهد که در چنین حالت مادر چیکار باید کند تا حق به حقدار برسد. از این زیاد گفتن نمی‌توانیم و فقط این را میگویم که برنامه سلام خواهر به زودی و یا همین ماه اوگوست نشر می شود و ما را در کانال آزادی ویدیو، وبسایت azadi.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام منتظر باشید.